خب سوال دیگر گفته است همین تعداد فرشتگان، یک برادر پرسیده است که همین ملائکه ها را عددشان آمدگی هست یا نه؟ برادرای عزیز و گرامی، سوره مدثر آیت 31 میگه، الله میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو. بین و ما یعلم جنود ربک الا هو، سوره مدثر است. از یک باره که دیگه بیدیم برادران عزیز، سوره مدثر بله سوره مدثر بود است. و ما یعلم جنود ربک الا هو، این از سوره مدثر آیت 31 بود است. الله میگوید که هیچ کسی عدد فرشتگان من یا گویم عدد ملائکه های مرا هیچ کس نمیداند. برادرای عزیز، حدیثی داریم جناب امام مسلم میارد، میگه یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها. پیامبر میگه روز قیامت خداوند به میدان قیامت دوزخ را که 70 زمام، یعنی چی گوییم 70 تاجیکای محلی ما و شما در همو سری گاو و سری مال یک نقطه میکنن، یعنی همو را زمام میگن. وقتی که میگه دوزخ 70,000 زمام دارد، یعنی تصور کنید که 70 بنده های در او زدگی است که 70,000 که او را 70,000 ملائکه دیگر در هر یک زمامش، یعنی هر یک بندی او در 70,000 ملائکه دوزخ میگه کشیده میارن با همون قدر توانایی که الله برای ملائکه ها داده است. یعنی جمع من حساب کردم 49 میلیون ملائکه دوزخ کشیده میارن. برادرای عزیز و گرامی، برای همین یعنی در سوره تور آیت 4 هست و البیت المعمور، خدای مهربان میگه که انا ولی در هفتم آسمان خداوند با کعبه داره، رنگی چه خیلی که ما در زمین حاضر کعبه داریم و در همین کعبه چه خیلی که مردم ما طواف میکنن، ملائکه ها هم در هفتم آسمان انمو بیت المعمور دارن، انمو مسجد دارن که در همونجا همین کعبه هست و در گردی او طواف میکنن، اونها هم حج میکنن. خیلی که پیامبر میگه من در هفتم آسمان حضرت ابراهیم دیدم که در همو بیت المعمور ده، یعنی همونجا تکیه زدگی بودن. چگونه ای که حضرت بگیم که در روی زمین که سازنده کعبه بودن، در آسمان هم میگه تکیه بر همو هر یک جزا از جنسی خودش، حضرت میگه در همونجا تکیه زده بودن. اکو برای عدد ملائکه ها را در همینجا حدیث آمده است، میگه که جبرائیل به پیامبر ما گفت که هر روز 70,000 ملائکه می درآید در همین مسجد، همو بیت المعمور، همو کعبه. حتی پیامبر گفت که همون کعبه ای که در هفتم آسمان است در رو بروی همین کعبه هست.
اگر گو حتی اگر از همون بالا اگر همون کعبه که در هفتم آسمان است، اگر به شرطی که وای از آسمان افتد گفت در بالای همین کعبه میزند، در راست براست همین گفت همونجا چی هست؟ کعبه است. پیامبر جبرائیل گفت که 70,000 ملائکه در یک روز میدرویند، طواف میکنن تا روز قیامت دیگر نوبتش نمیرسد. اگر تصور کنیم برادر عزیز که چی مقدار ملائکه های الله مهربان دارد که اونها همیشه تمجید و همیشه حمد و همیشه بگیم ذکر الله مهربان میکنن. ملائکه ها هیچ وقت برادر عزیز ضعیف نمیشوند و هیچ وقت خواب نمیکنن و اونها نر و ماده نیستند، اونها خوراک نمیخورند و اونها از نور آفریده شدند. برای همین برادران عزیز و گرامی ما این مسئله را دانیم که یعنی عدد ملائکه ها را هیچ کس نمیداند. سوال دیگر دادم، وقتی که با پیغمبرها از جانب خدا وحی می آمد شیطان میفهمید یا نه؟ شیطان غیب نمیداند. هرگاهی که ای نزد الله هر وحی که به پیغمبر می آمد شیطان از این چیز آگاهی نداشت تا زمانی که پیغمبر خودش آشکار را میکرد. یعنی جنها یا شیطان اینها غیب نمیدانند. اونا از کجا میدانند که مثال جبرائیل آمد؟ از کجا میدانند که به پیغمبر چی گفت؟ سوال دیگر، با دختری که از زنا به دنیا آمده است نماز میخواند شریعت اجازت میدهد که ازدواج کنی؟ بله، هر یک زنی را که وقتی شما میخواهید که دخترکی را که در نکاحتان درورین، اگر چند دایره زنا هم که آمده باشد یا بچه‌کی را که کسی میخواهد که داماد بگیرد از راه زنا به دنیا آمده باشد، لیکن میبینیم که اخلاقش، فعلش، رفتارش همش الحمدلله مناسبه، همش الحمدلله جوابگوه. در این حالت اونها را ما میتونیم دامادم گیریم، میتونیم کلینم گیریم. یعنی در این کار همو کلانتراش گوییم اونها کسانی که سبب به دنیا آمدن اینها شدن اونها گناهگار هستند، اینها هیچ گناهی ندارند. دیگر استاد کدام پیغمبرها سیاه پوست بودند؟ من راستی نگاه کردم ندیدم، هیچ یک چندین کتاب‌هایی را که مقصد صحیفه زدم نگاه کردم کنی یگان پیغمبر مقصد میافته باشیم که سیاه پوست باشد راستی نیافتم. فقط درباره حضرت لقمان که این دانشمند بودن، یک آدمی خردمند بودن، حکیم بودن، مفسران میگن که همین لقمان آدمی سیاه پوست بود. ولی پیامبری که سیاه پوست باشد من برادرها ندیدم. بابای حاجی ایمانم وقتای پیش بسیار مستحکم بود، حالا خیلی ضعیف شده است، چی کار کنم مثلی پیش شود؟ یعنی یک زمانی برادر ایمان بسیار ایمانش ایمان قوی بوده است، گویم توفیق و تقوا و همش مقصد الحمدلله خیر بوده است. وقتای آخر میگه همین از بین رفت است، چیکار کنیم؟ او یک عالم بسیار معتبری هست. پرسیدنش که حضرت گفتن چی میگوی در حق یک نفری که انا عیناً سوال همین برادر در ابتدا بسیار آدمی بود که با احتیاط بود، حلال از حرام جدا میکرد. الحال گفت یک این آدم گفت در اخیر سوال کم طرف فرق میکنه، در اخیر این آدم به ایمان رفت. گفت علتش در چی است؟ گفت علتش در دو چیز است. یکم بر همون ایمانی داشتگی شکرگزاری نکرد، دویم در باقی ماندن همون ایمان و تقواش خداوند دعا نکرد، یاردم طلب نکرد. از این خاطر گفت این آدم از دنیا به ایمان گذشت. برای این برادر عزیز و گرامی شما هم یکمش که شکرگزاری این نعمت کنین، زیرا الله می فرماید که
در هر یک نعمتی که من برای شما میتیم اگر شکرگزاری نکنید هر آینه و نعمت الله دستمان میگیره. آیا همین نماز خواندن هم نعمت های، انمو تقوا هم نعمت های، حلال و حرام جدا کردن نعمت های. با این شکرگزاری کنیم که الله مهربان همین نعمت بر ما داد و برای باقی ماندنش الله را دعا کنیم و یاردم طلب کنیم. این است برادر عزیز راه حل این مسئله. خدا خواهد شما هم دعا کنید، شما هم از سخن همین انشاءالله عالی استفاده برین. از خداوند امید است که خدا خواهد همون توفیق و همون تقواتون با بر میگرده. سوال دیگر، زن به اجازت مرد از جیب مرد برای خرید تلاواریش پول گیرد دزدی حساب می شود اونا؟ بله خواهرای عزیز، هر چیزی که شما اگر به شرطی که میخواهید که خریداری کنین، حتی برای خرید خانه شما از مردکتان پرسین اگر به شرط اجازت داد، اگر چنده که مبلغاش نزد شما هم که باشد باید شما پرسین. یا اگر یکون خراجات هم که کردین باید مردک گوین که مردک همین مقدار پولا من در فلان کار صرف کردم. و ایلو اگر نگفتین البته گناهگار میشین، این هم دزدی حساب میخوره. لیکن اگر به شرط مردی هست که هیچگاه یگان چیزی برای خانه خرید نمیکند، فقط پولها را در راه بیهوده صرف میکند، اگر شما از سر پولهای امو گرفته و برای خرید خانه‌تان، فقط برای مثال تامین خانوادگیتان اگر استفاده برین، در اینجا شما گناهگار نیستی. سوال دیگر گفتن اسم الحم جان چی معنا دارد و گذاشتن جایز است یا نه؟ الحم نمانین. الحم ما سوره فاتحه داریم الحمدلله. یک کس اگر مثال وقتی وصف میکنی این به معنای حمد گفتن، یعنی یک کس صفت کردن، یک کس وصف کردن الحمد میگن یا حمد میگن. او الش علی تعریف میگن، اصلش همون حمده. برای همین انا میمونن، یعنی عبدالحمید میمونن یا حمدالله میمونن یا حمیدالله میمونن. انه خلمانین انشاءالله یا حامید میمونن. این نوش اجازت های. حاجی بابا آیا هر چیزی که در بحر هست حلال است یا حرام؟ هر چیزی که در بحر باشد همه او را حلال گفته ما نمیتونیم. فقط آنش که در درون همون بحر بگیم زندگی میکند، زندگیش هم همونجا هست، مردنش هم همونجا هست و تولدش هم در همون درون است، انا اونا حلالن. زیرا که بسیاری از حیوانهای بحری هستند که اگرچه در درون آبم که باشن، در بیرون مقصد اونها تخم میگذارن، اونها مقصد در بیرون تولد میکنن. برای همین اونهایش که در داخل بحرن اونهاش اجازت های. استاد مادرم کسل قند بود، روزه گرفتن نمیتونست، از دنیا گذشت. من روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرم، در حقش بخشم می شود؟ بیمار بود برادرای عزیز و گرامی. الله مهربان برای آدم بیمار خوردن روزه را اجازت دادگی. برای همین انشاءالله شما در حقشون خیر کنین، در حقشون احسان کنین. دوشنبه و پنجشنبه را برای ثواب خودت بگیر و ثواب او را در حق مادرت ببخشی می شود. لیکن این خیل گویی که اکما قرضدار بود و قرضدار نیست. برای همین انشاءالله در حقشون شما خیر کنین، در حقشون شما احسان کنین، خدا خواهد اینش بهتره. آیا حضرت علی رضی الله عنه بعد فاطمه باز همسر گرفت یا نگرفت؟
یعنی حضرت علی در زمانی که فاطمه دختر پیامبر در نکاح بود وای هیچ زن دیگر را نگرفته بود. وقتی که فاطمه از دنیا گذشت در حیات حضرت میاد که یعنی جمع حضرت 9 زن گرفتن، یعنی بعضی هاش مردن، بعضی هاش طلاق دادن، خلاص یعنی با همون 4 زن در قید حیات زندگی میکردند و گاه وقتی که نفرش میمرد در جاش زن دیگر میگرفت و همگی 17 دختر و 14 بچه حضرت علی باقی ماندگی است. سوال دیگر آمده است بابای حاجی هاروت و ماروت کی بودند؟ کمی معلومات میدادین. در سوره بقره آیت 102 هاروت و ماروت آمدگی است. اینا 2 ملائکه هایی بودند که در زمان حضرت سلیمان برادران عزیز که مردم رو به سحر و جادو آوردن تا مردم مقصد از سحر و جادو، علم سحر و جادو آگاه کنند که این سحر است، این جادو است و اونها را مقصد از سحر و جادو چگونه باید دور کنند، یعنی تعلیمات برای تعلیمات آمده بودن. البته این در سوره بقره میگذرد، لیکن بسیاری از قصه هایی که در گرد اینها میکنند برادر عزیز در آیت ها و در حدیث ها که نیست، اینها را جناب ابن کثیر از بگیم قصه های بگیم که تا بنی اسرائیلی میگیم، اسرائیلیات میگیم، یعنی قصه های هستند که اینا میگد یگان اساسی ندارند که گویا آمده باشند اینجا اخیر بعد با زن مقصد عاشق شدن و دست به زنا زدن و در چاه از شهر بابل که در عراق است همونجا مثال گوییم که از پاشون آویزان کردن و گفتن جزامون در همین دنیا خدایا بته در آخرت نته. همین خیلی قصه آمده است لیکن اینا یگان اصلی ندارد. فقط اینا هاروت و ماروت 2 فرشته بودن که برای مردم از سحر ای جادو نجات دادن آمده بودن. اینا برای آزمایش آمدگی بودن، اصلش برای امتحان آمدگی بودن. خب سوال دیگر دادن آیا پیغمبرمان صلی الله علیه وسلم در نماز مثل خودمان به خودش صلوات میفرستاد یا نه؟ یعنی ما در نماز اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم میخونیم، اللهم بارک علی محمد. آیا همین صلوات را میگه پیغمبر در نماز خودش در حق خودش میخوان؟ بله برادر عزیز میخوان. ولی در سوره احزاب آیت 56 الله مهربان ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صدق الله العظیم. الله و ملائکه های او بر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند و الله امر میکند که هر کدام شما هم به محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید. و این خاطر یعنی پیامبر نازنین من هم در زیر این آیت داخله و هم مقصد خداوند وقتی که بر هر یک نفر امر کرد پیامبر هم از زمره همونها هست. برای حضرت در حق خودش هم همون صلوات هم میخوان. در کدام روز برای مسلمان شکار منع است؟ شکار در یگان روز برای مسلمان منع نیست، چلی که در بگیم در بنی اسرائیل وقتی روزی شنبه را الله مهربان برای امتحانشون که از شکار ماهی من کرده بود، لیکن برای مردم مسلمان که وی هم برای امتحان گرفتن اونها بود ولی برای اهل قرآن، برای مردم مسلمان، برای امت محمد صلی الله علیه و سلم یگان روز یعنی منع برای شکار نیست. همه روز میتونین، شب روز و هر ساعتی که خواهین میتونین که شما شکار کنید. اسم بی‌نظیر چی معنا دارد؟ آیا گذاشتنش جایز است؟ جایز است، بسیار نام خوبه. بی‌نظیر به معنای بیمانند، بی‌مثل، زیبا، بی‌نظیر میگن. یعنی همتا ندارد، مانند ندارد. و این خاطر هیچی باقی ندارد. اگر از این نام شما مانین البته درست است. خداوند ایمانمون کامل، خاتممون بخیر، ایمانهای همه ما و شما را الله مهربان
саломат нигоҳ дорад. амин я раббал аламин.